جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. بچه‌ها هم بسیار خواهش کردن که در اینجا شما باید اشتراک کنین. ما مقصد برآمده آمدیم. خیلی بعد برآمدن دیگر در مردم تاجیک ما که اصلا خدا برکتشون بسیار دوست دارن و مهمان نوازن، هر یک کدامش دیگر خواهش میکنه که جای ما و شهر ما و همین خلقتی ما با مردم ملاقات ها میکنیم. لیکن در هر ملاقات میام مردم همین فقط داد ای دستی همین پسردنیکو، داد ای دستی همیان، داد ای دستی کسایی که میبرن مردم کار میفرمانن، فریب میکنن، حقشون هم میکنن. برادرای عزیز و گرامی، در همه جای یا در کجای باشین نباشین از خدا بترسین. ای خدا بترسین. با خدا قسم فکر نکنین که شما این مردم فریب کردین، حقشون خوردین. نه، شما این را فریب کرده نمیتونین. همی یک آهی دلی میکنه کو میگه خدای مهربان زهری تنه شوه کو، یا میگه خدا نصیبت نکنه. سخن ای آدم مظلوم ای روی حدیث 7 آسمان میگه سوراخ میکنه میگذره، یگان پرده نیست. الله میگه راستا میگه سخن ای آدم میآید، دعای راستا میآید. وقتی دعایی که رفت ای نزد خدای مهربان برای پشتیبانی این البته به البته چاره دیده می شود. لیکن تو عذاب یا دردی خدا را طاقتش نداری برادر عزیز، نداری. در دنیا هم همین از وقتش تاجیک ما برادرای یک گپ داشتن، میگفتن که درخت از آب و انسان ای دعا. اکو وقتی از دعا سبزم که شوی با ای دعا از دعا با برادر بدبخت هم میشه. این مردمی که در اینجا میآیند یا ای روی مستی نمیان کوخی، اینجا آمدن برادرها یا ضرورت پیدا شدگی ای. اینا خیلی و خیلی مشکلات بالاشون آمد. بسیاری هم اینا را من زمانی در مسجد بودم به نام خدا بیاد دارم، صدها آدم در بلیت خریدگیم، خودم خریدم گفتم برم. قرض نه ما بگی برم. قرض قطعی میخستن می آمدن مقصد در همین جا کار کنن با قرض. بسیارش با ای بانک ها قرض میگرفتن. تصور که برادری عزیز و گرامی، با همین رحمت در کجای، انصافت در کجای. او پیغمبر نازنین میگه من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. پیغمبر میگه کسی اگر با مردم رحم نکنه الله با او رحم نمیکنه. الله با او رحم نمیکنه. الله رحم نکرد ای برادر تیکه تیکه میشه، به خدا قسم پاره پاره میشه. و تو چی چند قزوری نمیاد اندک اگر میکروب میگیرد در این معنی سرت بپرتوی یک امر حرف کردن کچودا دیوانه میگردی، هیچ چی نیستی. الله ظلم بسیار بد میبینه، بسیار الله مهربان ظلم بد میبینه. این ظلمه. فریب نکنین برادر عزیز، فکر نکنین که او شما اکو مقصد آشی بدن تان بشه. نه، هیچ وقت. زین لحاظ در نسبت حق یکدیگر بسیار احتیاط کنید برادرای از احتیاط کنید. میلش تو پسورد نیکی حق تا بگیر، حق تا همون است که برادر عزیز این اینجا در من 100,000 مقصد من مصلحت کردگیم، 100,000 مصلحت چیده دادر جان، این همی 80,000ش حق شما، این همی 20,000ش برای که من کارتون یافتم این من میگیرم. گپ حق شو بگم مردکو بگن اکا 100 جان خدا ما همی کار با گردن میگیریم، بگی هم 20,000 از خودت آشی بدنت، یکی 80 بعد 100,000 بگیری بیای و با در اینجا 4 زانو بزنی و رو تا سفید سیاه کنی و ما همین بازی برادران یک 70,000 60,000 بگوی قسمی زیاد چند نشانتی و همش حرامن.
و حرام برادر عزیز. رای درستش هست. آخی خدا عرق حرام گفته، این روی ساکای نازنیش حلال گفته. آخی خدا پرسنت حرام گفته، لیکن مزاربه را حلال گفته. همین هم رای حلال داره. حق شبگو حلال، دروغ گفتی حرام. تو وقتی حرام میخوری، قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان دارید، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. الله را بین، کسانی که ایمان دارید اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن. اول لقمت حلال که بعد مرا عبادت کن. تو اگه سومی مردم در کیسه آرق زده سیر بگردی و با بیاید اینجا جمعه بخونی، جمعه خاک میشه. نه جمعه قبوله، نه شنبه قبوله، هیچ کامش قبول نیست. برای همین برادرای عزیز، این لقمه حلال بسیار نقش مهم داره. بسیار نقش مهم داره. برای همین دیگر را فریب نکنید، حقی دیگر را نخرید. فکر میکنم حدیث دیگر نمیارم. به خدا قسم چندین حدیث ها در ذهنم دارم، لیکن یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهم یک اشارش بس است. جمال الوجود بذكر الإله